در هوشع باب 6 کلام خدا چه زیبا میگه که بیایید در آیه 3 بیایید خداوند رو بهتر بشناسیم. همه ما خدا رو خیلی خوب میشناسیم، اما بیایید امروز بهتر بشناسیم در این روزهای بهاری. و ادامه میده که همچنان که در بهار باران میبارد، همچنان که در بهار هر روز انتظار باران رو خواهیم داشت و همچنان که هر روز آفتاب طلوع میکند، همچنان کلام خدا و دعای ما که به حضور خدا میاد به ما میرسه. جواب دعاهای ما حتمی است. دوستان عزیز، یکی از تعاریف زیبای بهار در کتاب مقدس احیای تازه است، تولدی تازه است و برکتی تازه. در این ایام بهاری بیایید برکتی تازه از خداوند بخوایم و بگیم خداوند بهار نشانی از حضور تو در زندگی منه، نشان و علامتی از حضور تو در کار و خدمت و تلاش و خانواده منه و من میخوام تو رو بهتر بشناسم. همچنان که میدونم در بهار بارون میاد، همچنان که میدونم در بهار زیبایی ها هست، تراوت هست، جان تازه، احیای تازه هست، من میخوام از تو برکت تازه بیابم. در این روزهای بهاری بیایید برکت رو بطلبیم، برکت رو بدیم و بگیم خداوندا باران ها اومدن و رفتن، اما من باران های آخر رو هم میخوام. برکتی تازه از تو میخوام خداوندا، برکتی نو، برکت هایی که ماندگاره، برکتی که کشاورزان انتظار او رو میکشن، برکتی که زمین هنوز تشنه اونو میخواد. من از تو میخوام و میخوام تو رو در سال 1403 اتفاقا بهتر بشناسم. میشناسم اما میخوام بهتر بشناسم و بدونم که جواب دعاهای من حتمی است. حضور تو در زندگی من حتمی است. معجزات تو در زندگی من حتمی است و زندگی من باید بهاری باشه، ماندگار و سرسبز و با تراوت و روحانی. آمین. بهار بر شما مبارک. روزهای بسیار خوب و پربرکت بر شما آرزو میکنم، دعا میکنم. فیض مسیح با همه شما باد. آمین.